این دخترم فرنگیز گم شده. با عکسی دخترت هم نشون بده من ببینم چطور چیزیه. شاید قیافش دیدیم تخفیفی هم دادیم. خدمت شما. دست در نکن. خرگوشیه دختره. این هفته داره بر من خواستگار میاد. خواستگار غلط میکنه. خدای خودت ببخش آقا داره برای ابرار وعا شکار میکنه. خودت دیگه متوجه نیست. سلام جعفر عدیاب. به پدر فرنگیز. ببین چی دارم برات. خود فرنگیز. به دختر عزیز. نه بهش دست نزنی ها. چرا؟ اینا بیرون شرط خرابا پیدا کردن. بین سگا و ولگر تکت سگا بود. الان چیکار کنم خب؟ الان هیچی. ورش میداری میبریش خونه تمیزش میکنی. دست با شامپو فرش میشوریش بعدش بغلش میکنی. بفرما. دست در نکنه. میمونه مابقی حساب ما که الان شما میریزت کارتم. ها چش حتما بله. همون 67 بود. ها 67. نه همیشه مال کارت اولی. ها بفهم انتقال دادم. الان هم میتونی به شوتی بری خون تو. دست در نکنه. خیلی ممنون. سلام، شما میتونید پروژه های تیزر سازی، مستند سازی و عکاسیتون رو با خیال راحت به نیکنگار بسپارید. بای. خب حالا پول گل و شیرینی اوکی شد. میمونه یه تیپ درست حسابی گفت بزن یه کت شلواری نیاز دارم. ولی کت شلوار از کجا بیارم؟ من که پول ندارم. کت شلوار برم سراغ احد. آره آخ که دیگه فرنگیس باید بشورمت خوشگل بابا. خوشگل بابا ای که فرنگیس منی. فرنگیس نامرد رفته رنگش کرده. ترسیدی خدایش ترسیدی. چطوری پسر همسایه؟ بابا جعفر آقا را گم کردی از دیورا. فدای تو من داشتم رد میشدم گفتم پیغام باباتم بهت برسونم. بابام چی گفتم؟ من داشتم میومدم بابات گفت به احد بگو شوتی جنگی سسوت بیا خونه کار واجب داره. ای بابا من که نمیتونم یه جر ول کنم با اوسام یک جرم میده. طوری نیستش بابا من رفیقتم دیگه. رفیق به چه دردی میخوره؟ تو برو به کارت برس من هیچ وای میسم. خدا وکیلی فقط زودی بیا. نه بابا این چه حرفی؟ برو به کارت برس بیا. برو Take a little walk to the where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the گرگ و گوسفند هر دو حیوانن، با این فرق که گوسفند با چوپون حرکت میکنه و گرگ با مغزش. که باشه جعفرم اومدم خواستگاری. بفرما میوه بخورین. چش دست شما در نکن. میوه به درد نمیخوره، هندونه بهتره. خب بذار یه جوک برات تعریف کنم. تعریف کن. تو عربستان میدونی به چیتوز موتوری چی میگه؟ چی میگه؟ خب میگه چیتوز چطوری؟ این مینای بیچاره ما سرزا مادرش به رحمت خدا رفت. خدا رحمتش کنه. مادرم مرده. تولد 1 سالگیش هم باباش به رحمت خدا رفت. خدا رحمتش کنه. به شطوری بخور کشتی بگیر. دست شما در کن. الان یعنی بی صابیه هشکی نداره. نه الان عموش بزرگترشه، الان میاد. عموم شما نمیخوره؟ نوشی جون مینا میخوره؟
الو سلام عمو کجایی؟ مگه نگفتم شب خواستگار دارم؟ دم داری؟ باش عمو اومد. سلام بر اهل خونه، ببخشید دیگه ما دیر رسیدیم. پدر فرنگی تو اینجا چی کار میکنی؟ عمو پولت میکنم اینجا. گرگ بودن خیلی خوبه، ولی تا قبل از اینکه گیر یه گاو بیفتی. گاوا معمولا هیچ برنامه ریزی واسه حمله ندارن، تک پرکت میکنن. اینجاست که تو میگی کاش من گرگ نبودم، کاش من گاو بودم، کاش من بز بودم، کاش من خر بودم، کاش اصلا من نبودم.